بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحته، الله تعالی از ایشان راضی باشد، قبرهایشان را پر نور و منور گرداند، گفتند که در عقیده واسطیه ما الله تعالی را وصف میکنیم چه خیلی که الله تعالی خود را در قرآن کریم وصف کرده است و یک چند آیت ها را ذکر کردند که الله تعالی در آن آیت ها خود را وصف کرده است که در درس های گذشته آن آیت ها را ترجمه کردیم. سپس گفتند که و قوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. و قول الله تعالی که الله سبحانه و تعالی گفت که ذلك، یعنی آیتی دراز است، ما فقط جای شاهد را ترجمه و تفسیر میکنیم و فقط در بابت عقیده سخن میکنیم. ذلك، این عذابی که کافرها عذاب داده شدند برای چی بود؟ بأنهم، به سبب آن بود که اتبعوا ما اسخط الله، آنها پیروی کردند، یعنی یه عملهای را اجرا کردند که ما اسخط الله، باعث غضب الله تعالی شد، الله تعالی را خشمگین کرد عملهای آنها از کفر و از تحقیر دین و تحقیر پیغمبرهای و گناه ها، یه عملهای را کردند که ما اسخط الله، الله تعالی را به غضب آورد، و کریهوا رضوانه، راضگی الله تعالی را بد دیدند، فاحبط اعمالهم، در نتیجه الله تعالی عملهای نیکی آنها را حبط کرد. یعنی کافرهای عملی نیک دارند، هر یک کافر غالبا به پدر و مادرش نیکی کردگی هست، به یگان مسکین یگان خیر کردگی هست، کافرهای هم عملی خیر دارند، لیکن الله تعالی فاحبط اعمالهم، عملهای آنها را حبط کرد، بیکار کرد. در این آیت اثبات دو صفت الله تعالی، صفت غضب، الله تعالی غضب میکرد است، چون که الله تعالی که کافرها عملهای را کردند که الله تعالی را به غضب آورد. چخیلی که در آیت پیشینه گفتیم و غضب الله علیه، الله تعالی به شخصی که مومن را قصداً به قتل میرساند غضب میکند، او را لعنت میکند. این در درس گذشته گفتیم. و در این آیت ما اسخط الله با دیگر لفظ آمد، عملهای را اجرا کردند که اسخط الله، سخط الله تعالی را آورد، یعنی غضب الله تعالی را آورد. و این چونین کریهوا رضوانه، راضگی الله تعالی را کافرها بد دیدند، راضگی الله تعالی را نخواستند. اثبات صفت راضگی، یعنی الله سبحانه و تعالی از بعض آدم ها راضی می شده است و از بعض آدم ها غضب می کرده است. بنابراین شیخ الاسلام رحمت الله علیه در دیگر جا گفتند که هذه الآیات دالت علی ان الفعل حادث بعد ان لم یکن، این آیات ها دلالت میکند که این فعل الله تعالی حادث است، پیدا شدگی هست، نبود. برادرای عزیز، صفاتهای الله تعالی دو خیل است، صفاتهای ذاتی و صفاتهای فعلی. صفاتهای ذاتی را اشعری ها و ماتوریدی ها قبول دارند و قول خودشان. ذاتی یعنی صفاتهایی که از ذات وی جدا نشونده است، مانند حیات الله تعالی این صفت ذاتیش است، همیشه قطعی خودش است. اما صفت فعلی بعدی کار پیدا می شود. خیلی که الله تعالی گفت که فلما اسفونا انتقمنا منهم، وقتی که آنها غضبی ما رو آوردن ما از آنها انتقام گرفتیم، قصد گرفتیم. یعنی این ثانی پیدا شد، وقتی که غضبی ما رو آوردن ما قصد گرفتیم، یعنی این غضب الله تعالی پیدا شد. این فعل است، این صفت فعلی. صفاتهای فعلی را انکار میکنند، الله تعالی اثبات کرده است، آنها انکار میکنند. شیخ الاسلام گفتند که فإن الجزاء لا يكون قبل العمل، جزا پیش از عمل نمیشد. حالا یک گناه نکرده چه خیلی الله تعالی آنها را جزا دهد.
والقرآن صريح بأن أعمالهم كانت سببا لذلك. قرآن صراحتا گفته است که عملهای زشتی آنها سبب شد که الله تعالی غضب کرد به آنها. چه که گفت که فلما آسفونا، پس وقتا که آنها غضب ما رو آوردن ما از آنها انتقام گرفتیم، یعنی آنها رو عذاب دادیم. آیت دیگری را گفتند و قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقتی که آنها غضب ما رو آوردن اثبات صفت غضب. آسفونا یعنی غضب ما رو آورده. ابن عباس رضی الله عنهم گفتن که آسفونا اغضبونا، گفته ترجمه کردن. ابن عباس میدونیدن مفسر قرآن، ترجمان قرآن، ببرکت دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم و برکت دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آمدن از حاجت خانه که کسی آب آورده مانده است. گفتن که این آب کیا آماده کرده گرم آورده مانده است؟ زنهاشون گفتن که ابن عباس آورد یا رسول الله. دست مبارکشان رو برداشتند و گفتن که اللهم فقهه فی الدین علمه التأویل، پروردگارا ابن عباس را عالم دین گردان، فقیه در دین گردان و مفسر قرآن گردان. دعا کردن، بنابراین لقبشون هم ترجمان القرآن، مفسر قرآن، حبر الامه، بحر امت در علم و ترجمان قرآن. گفتن که معنای آسفونه اغضبونه گفته ترجمه کردن. شیخ الاسلام رحمت الله علیه در کتاب درء تعارض العقل و النقل، 11 مجلد است این کتابشان، 11 جلد درباره چی گفت زدن؟ ضد بودن عقل با نقل، عقلی سالم با نقلی صحیح و صریح هیچگاه ضد نمیبراید. بگذار یک کافر باشد، اگر یک کافر عقلی سالم داشته باشد، یک کافر طبیعتی سالم داشته باشد، عقلش آدمی با عقل باشد، یگان سخن الله و رسول و عقلی و ضد نمیبراید. وقتی که ما فهمانیم که مثلا همین گوشت خوک الله تعالی حرام کرد برای آنکه 100 ضرر دارد یا 200 ضرر دارد یا 300 ضرر دارد، ضرر اول این، ضرر دوم این اثبات کردیم و وای در حقیقت از واقعا ضرر دارد. او که علم دنیوی دارد میداند، اقرار میکند. هر چیزی که شریعت میگوید با عقل سالم ضد نمیبراید. همین کتاب 11 جلد است برادران. در همون کتاب گفتن که الغضب على من يستحق الغضب عليه، غضب کردن الله تعالی به شخصی که سزاواری غضب است، باید غضب کرده شود، از جانب ذاتی که قادر به عقوبت است صفت و کمال، این صفت کمال حساب میشد. اونایی که غضب الله تعالی رو انکار کردن گفتن که این صفت نقص است. غضب این صفت فعل است، این الله تعالی غضب نمیکنه. ما اگر الله تعالی غضب میکند گوییم به مخلوق ها مانند کردیم. گفته از غضب الله تعالی پاک است. غضب به معنای عقاب تعویل کردن. و رسول صلوات الله و سلامه علیهم انما جاءوا باثبات هذا الاصل وهو ان الله يحب بعض الامور المخلوقه و یرضاها. پیغمبرها، اینم که شیخ الاسلام است، میگن که با یک اصل آمدن که اون اصل همین است که الله تعالی یحب بعض الامور المخلوقه، بعضی کارهای آفریده شده را، بعضی کارهای مخلوقات را دوست می‌دارد و راضی میشد و از بعضی کارهای مخلوقات غضب میکند و بد میبیند و راضی نمیشد. الله تعالی یعنی صفتی بد دیدن بعضی عملها را هم انکار میکردن. فلما آسفونا، وقتی که غضب ما را آوردن، انتقمنا منهم، انتقمنا قصد گرفتیم. قصد گرفتن هم گفتن این صفت الله تعالی نمیگه اهل بدعت. الله تعالی خودش میگه که ما انتقمنا منهم، قصد گرفتیم از آنها. ما ایمان میاریم که الله تعالی غضب میکند، لیکن کیفیت غضب الله تعالی رو نمیدانیم. چه خیلی غضب میکند، مانندی ما آوازش بلند میشد و رگهای گردنش میبراید، نمیگوییم. تشبیه هم نمیکنیم، انکار هم نمیکنیم. الله تعالی غضب نمیکند نمیگوییم، چون که الله تعالی غضب میکند گفته ایسا است.
این چون نمیگم که الله تعالی قصد نمیگیرد، نمیگم، برای اینکه الله تعالی انتقامنا منهم، از آنها قصد گرفتیم گفت. تعویل هم نمیکنیم به معنایی که لغت عربی و لفظ دلالت نکرده است به همین چیز تعویل نمیکنیم، بلکه خیلی که الله سبحانه و تعالی خود را وصف کرده همین خیلی وصف میکنیم، تغییر نمیتیم، به مخلوق ها مانند نمیکنیم، باطل و انکار نمیکنیم. و قوله ولكن کره الله بعثهم فثبتهم، لیکن الله تعالی به جهاد رفتن منافق ها را بد دید و آنها را به زمین وزنین کرد. ثبتهم به زمین وزبینی کرد، یعنی زمین وزبینی کرد، خود آنها را به خودش جلب کرد و خسته به جهاد رفته نتانستند. برای چی؟ الله تعالی میخواهد که مردم به جهاد اشتراک کنند با خواهش شرعیش، لیکن با خواهش قدریش کونیش نخواست، تقدیر نکرد که آنها به جهاد همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم اشتراک کنند. بعد در دیگر آیت در دوامش الله تعالی گفت که ولو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر منافقا همراهی شما به جنگ می رفتند برای شما غیر فساد دیگر چی فایده نمی آوردن، فساد عقیدوی می آوردن. خیلی که در جنگ احد هم در نصف راه عبدالله ابن سلول با همراهی 300 نفر پیروانش برگشت، اونا 1000 نفر بودن، با همراهی 300 نفر برگشت، 700 نفر موندن. وقتی که نیمی لشکر در نیمی راه گردد، این روحیه مجاهدا رو میشکند. شما تصور میکنید 1000 نفر رفته ایستاده بر مقابل 3000 نفر، با 300 نفری شما میگردد، نه فقط میگردد، خسته برآمد میکند، خسته برآمد میکند. ما زادکم الا خبالا، برای شما فتنه میبیارد، میگوید که ما باید فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم را اطاعت میکردیم. ببینید گپای درست است. پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از جنگ احد مشورت کردن با صحابه ها، گفتن چه خیل جنگ کنیم. مشرکا به سوی مدینه آمده ایستاده است، در فکر دادن، فکری من این است که گفتن در داخل مدینه جنگیم، در داخل مدینه جنگیم، مثلا زنها بر بالاهای خانه ها میبرد، در بر بالاهای بام زنها و کودک ها از بالا با سنگ و با تیر میزنند و ما هر یک تن کوچه و کوچه های مدینه را خوب میدانیم، در پشت دیوال ها به جا شده میزنیم. گفتن این پیشنهادی من است. گفتن یک صحابه گفت که یا رسول الله این فکر است یا وحی است؟ اگر وحی باشه از جانب الله تعالی فرمان آمده باشد که جنگ در داخل مدینه شه، دیگه ما اختیار نداریم. اگر فکری شخصی باشد، فکری شخصی شما باشد و متعلق به وحی و به آسمان نداشته باشد، ما فکری خودمون گوییم. پیامبر صلی الله علیه و سلم این فکر است، وحی نیست. بعد که یا رسول الله ما یعنی میخواهیم دشمن در بیرون پیشواز گیریم، در همواری جا پیشواز گیریم. یعنی ما این دلالت به جسارت و شجاعت صحابه ها میکرد. اول خصوص اون جوانایی که در جنگ بدر اشتراک نکرده بودن بسیار تأسف میخوردن که ما اشتراک نکردیم، بنابراین در جنگ احد یعنی اون کمبودی که در حیاتشان گذشت همون رو میخواستن مکمل کنن. گفتن یا رسول الله اگر این فکر باشد اجازت دید ما دشمن را در پیش مدینه و ناآمده پیشتر روبرو میشیم، در صحرا نمیمونیم که واردی شهر شود. گفتن بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم فکر اینها گرفته برآمده بودن. وقتی که در نصف راه آمد این خسته برآمد کرد، گفت که ما باید سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم قطع عمل میکردیم، باید در داخل مدینه میجنگیدیم، فایده های در داخل مدینه جنگیده. این برای منافقا آسان بود. برای چی؟ همه خانه خودش میدارمد که مشاهده میکرد جنگ را. وقتی که جنگ در داخل مدینه شود،
این بر فایده منافقا است، برای اینکه جنگاورها در یک جا صف نمیکشید، یکدیگر را میبینید در میدان جنگ وقتی که هموار است همدیگر را میبینید کی گریخت کی نگریخت. اما در داخل شهر مدینه بسیار فرصتی مناسب بود برای منافقا. جنگ میکردن میدارم در خانه‌شان میشتن یا در بالی بام میشتن. بنابراین به جنگ نآمدن منافقا خوب است، ولکن کریه الله بعثهم، الله تعالی به جهاد رفتن منافقا را بد دید. یعنی اثبات صفتی بد دیدن به الله تعالی در این آیت. الله تعالی بد میبینه. این چیزای شیخ الاسلام رحمت الله علیه برای چی گفته است؟ برای آن که اهل بدعت میگوید که الله تعالی هیچ چیز را بد نمیبیند، دوست هم نمیدارد. الله تعالی میگوید که ولکن کریه الله بعثهم، الله تعالی به جهاد رفتن منافقها را بد دید، فثبطهم، بنابراین آنها را در شهر تقدیر کرد که نشینند نبرایند به جنگ. اثبات صفتی بد دیدنی الله تعالی این فعل است، یعنی صفتی فعل است، یعنی پیدا میشه. یا عمل چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه الله تعالی بعد میبیند قیل و قاله، قیل گفته شده است، گفته است، آمده است، زنی فلانی الکی گرفته است، قولا قیل و قاله الله تعالی بعد میبیند. یا مثلا بعضی شخصیت ها را الله تعالی بعد میبیند، یعنی صفتی بد دیدن الله تعالی دارد و این صفتی فعلی هست، صفتی ذاتی نه، همه وقت نه. یا فلان عمل را کردید الله تعالی بعد میبیند همه عمل را و اجرا کننده اش را. و قوله کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، بسیار بد است. مقتا بغضی سخت میگوید، یعنی الله تعالی بسیار بد میبیند، در نزد الله تعالی بسیار مبغوض است، یعنی از مکروه دیده بدتر است، یعنی بغضی شدید. الله تعالی سخت بد میبیند این که ان تقولوا ما لا تفعلون، این که گوید آن کاری که نمیکنید. بعضی مؤمن ها از پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستند که الله تعالی را بگو که به ما بهترین عمل ها را فرمان دهد تا اینکه ما اجرا کنیم. بعد بهترین عمل بعد ایمان آوردن این جهاد است. گفته وقتی که الله تعالی جهاد را فرض گردانید بعضی ها بد دیدن و وزنین شماریدن. سپس الله تعالی گفت که کبر مقتا، در نزد الله تعالی بسیار چیزی بد دیده شده این است که گوید عملی رو که اجرا نمیکنه. زبانکی میگوید که ما در خدمت هستیم، این هستیم و هستیم، وقتی که میگوید بعد نمیکنه. گفت الله تعالی. و این آیت صیغه چی دارد؟ یعنی العبرة بعموم لفظ لا بخصوص سبب. گفته که قاعده از در مفسرها عبرت به عموم لفظ است نه به خصوصی سبب. خصوصی سببش همون سخنی بعض مؤمن ها، لیکن عبرت به عموم لفظ است. هر یک شخصی که میگوید و عمل نمیکنه الله تعالی وی رو بد میبیند. مقتا البغض شدید ترجمهش. خب در اینجا اثبات بد دیدنی سخت، یعنی الله تعالی بعضی عملها رو سخت بد میدید است. و قوله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر. دیگر آیات بگذشتن، دیگر صفت. و قول الله تعالی که آیا مردم چرا منتظر هستند؟ منتظر آن هستند که ان یأتیهم الله، به نزد آنها الله تعالی بیاید. فی ظللین یعنی مع ظللین، همراهی سایه ها ابرها. من الغمام همراهی سایه ها از ابرها، و الملائکه و فرشته ها، و قضی الامر و امر پروردگار در آنجا بعد اجرا میشه. یعنی روز قیامت همه در محشرگاه راست می ایستند. منتظری چی هستند؟ منتظری آمدن الله تعالی هستند. الله تعالی
همراهی ابرها می آید و همراهی فرشته ها می آید و حکم همه را می دهد. در اینجا اثبات صفت آمدن الله تعالی خیلی که به بزرگی و عظمت و جلالتش لایق و سزاوار است. آمدن الله تعالی به آمدن یک راهبری دولت، به آمدن یک شاه یا به آمدن یک حیوان یا عمومی مخلوق ها مانند نیست. آمدن الله تعالی خاص است. ببینید آمدن مثال یک گدا از آمدن شاه فرق میکند، حالا آنکه هر دوشان مخلوق است. صفت مخلوق از مخلوق فرق میکند. پس چی جایی صفت الله که خالق مخلوقات است با صفت مخلوقات؟ البته صفت های الله تعالی خاص خودش است. لیس کمثله شیء، مانند الله تعالی چیزی نیست. آیات های زیرین را میخوانیم و عمومی ترجمه و اثبات و صفت ها را بعد میگوییم، چون که همش در یک معنا است. بنابراین قولهو نگفتند دیگر شیخ الاسلام. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او یأتی بعض آیات ربک. مردمی که در محشرگاه ایستاده اند منتظری چی هستند؟ منتظری چیزی نیستند مگر منتظری آن هستند که به نزد آنها فرشته ها آید و امر و فرمان الله تعالی آید، او یأتی ربک، یا اینکه خود پروردگارت بیاید. و این چونین بعضی علامت های پروردگارت بیاید که پیامبر صلی الله علیه و سلم این او یأتی بعض آیات ربک تفسیر کردن که این برآمدن آفتاب از مغرب است. آفتاب که از مغرب برآمد دیگه قیامت قائم میشه و یکی از 10 علامت های بزرگی قیامت است. مردم همین را منتظر هستند. وقتی که دجال و دیگر بزرگترین صفت ها علامت های قیامت برآمد دیگر منتظری چی میشن؟ منتظری برآمدن آفتاب از مغرب میشن، سپس قیامت قائم میشد، سپس همه راست میایستند. خیلی که در حدیث ها آمده است حضرت آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و بالاخره به نزد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده التماس میکنند که الله تعالی را شفاعت کن که حساب و کتاب را کند. آخر ما چقدر راست 500 سال راست میایستند، یعنی نصف روز در آن گرمی که آفتاب در نزدیکی آمده است. بعضی ها در تا لجام، بعضی ها تا شکم، بعضی ها تا گلو به عرق هایشان غرق میشن، بعضی ها تا زانو. همه منتظر هستند که الله تعالی بیاید و حکم همه را دهد. آمدن الله تعالی را اهل بدعت انکار کردند که الله تعالی نمی بیاید. چوبه؟ برای اینکه اگر الله تعالی بیاید عرش خالی میماند گفتن. یک. دومش این که وقتی که الله تعالی به نزد مردم بیاید الله تعالی را دیگر مخلوق ها احاطه میکند و حالا که الله تعالی را مخلوق ها احاطه نمیکند گفتن. وقتی که الله تعالی به محشرگاه بیاید عرش از الله تعالی خالی نمیماند. برادرای عزیز، برای آنکه ما وقتی که از این غرفه از این حجره برآمده به دیگر حجره درآییم اون حجره از ما خالی میماند. ما اگر از یک شهر برآمده به دیگر شهر وارد شیم اون شهر از ما خالی میماند. ما در اون شهر دیگر نیستیم. ما اگر از این دنیا وفات کنیم ما دیگر در این دنیا نیستیم. لیکن لیس کمثله شیء، الله تعالی مانند مخلوقان است که اگر از عرش براید عرش به الله تعالی ماند و الله سبحانه و تعالی مانند مخلوق ها نیست و صفات های الله تعالی به خودش خاص است. و آمدن الله تعالی به جلالت و عظمت الله سبحانه و تعالی خاص است، به آمدن مخلوق ها مانند نیست. و آمدن الله تعالی را اهل بدعت تعویل میکنن، میگن که امری فرمانی پروردگار میآید، خودش نمیگه. و امری فرمانی پروردگار هر یک ثانیه و هر یک دقیقه میآید.
هر یک دقیقه الله تعالی هر یک ثانیه و هر یک شهر فرمان الله تعالی میبود که شمال شود، شمال نشود، رزق فراید، فلانی جانش گرفته شود، فلانی بیمار شود، فلانی به دنیا آید. همین امر پروردگار است. امر پروردگار مخصوص به روز قیامت کردن چی معنا داره؟ او یاتی ربک، یاتی ربک، پروردگارت می آید. او یاتی بعض آیات ربک، یا اینکه بعض آیات های پروردگارت می آید، علامت های الله تعالی می بیاد که الله تعالی فرستاده است. آیت دیگری کلا، سوره فجر است. اذا دکت الارض دکا دکا و جاء ربک والملك صفا صفا. کلا کلمه چی است؟ سرزنش، ملامت، هیچگاه. اذا دکت الارض دکا دکا، وقتی که زمین به لرزه بیاید، یعنی روز قیامت. و جاء ربک، و پروردگارت بیاید، والملك صفا صفا، و فرشته ها صف صف، فرشته ها صف میکشن. بعضی علما میگن 7 صف میکشن فرشته ها. آسمان فرشتگان آسمان یکم یک صف میشن، تمام جن ها و انسان ها را احاطه میکنن، هیچ کس جای گریز ندارد. فرشته ها احاطه میکنن. فرشته های آسمان دویم صف، فرشته های آسمان سیوم صف، همین گونه تا فرشته های آسمان هفتم 7 صف. فرشته ها مخلوقات را احاطه میکنن، انسان ها و جن ها را. الله تعالی می آید. و در حدیثی که امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکنند، روز قیامت الله تعالی می آید، لیکن روز قیامت در اینجا یک مخلوق دیگر را هم می آورد. یؤتا، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه یؤتا بجهنم یومئذ، روز قیامت جهنم هم آورده میشد. یومئذ یعنی روز قیامت، روز حساب و کتاب، جهنم را از جایی که الله تعالی به همان جا آفریده بود می بیارد یک بار به محشرگاه. شما تصور کنید، این آیت قرآن، آیت سوره فجر اثبات میکنه آمدن جهنم. و جیء یومئذ بجهنم، در دوام همین آیت کلا اذا دکت الارض دکا دکا و جاء ربک والملك صفا صفا و جیء یومئذ بجهنم. الله تعالی گفت که امروز جهنم را آورده میشد. یومئذ یتذکر الانسان، امروز انسان به خاطرش میرسد. امروز انسان خودش رو به حساب کتاب میکنه. ان له الذکر، کاش این یادآوری و این نصیحت و این عبرت برای او فایده دهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه یؤتی بجهنم یومئذ، امروز یعنی اون در محشرگاه جهنم هم یک مراتبه به نزد تمام خلایق آورده میشد. لها 70,000 زمام، 70,000 نقطه دارد. نقطه بعضی گفتن که زمام آن نقطه ای که شتر را از بینیش میگذراند، از جای نازکیش، که مقصد اگر شتری شوخ باشد مقصد کشاله نکند. اگر برزگاه هم بسیار بقوت باشد، از پاش، از بینیش، از شاخش، از پای پیشش، از چند جاش چند نفر میقپند. جهنم به محشرگاه آورده می شود حالان که 70,000 نقطه دارد. سبحان الله، شما تصور کنید 70 دانه نه، 70,000 نقطه دارد. مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها، همراهی 70,000 نقطه 70,000 فرشته دارد. هر یک نقطه را 70,000 کسی قبیلگی هستند. 4 میلیارد و 900 میلیون فرشته کشاله کرده می‌آید. شما تصور کنید، مردم در محشرگاه راست ایستادی‌اند، منتظر آمدن الله تعالی هستند تا اینکه حکم همه را برآورد. منتظر آمدن فرشته ها هستند که صف کشیده مردم را از
قفا احاطه میکنم. در همین محشرگاه و جیء یومئذ بجهنم، جهنم آورده میشه. 70,000 نقطه دارد. هر یک نقطه را از ریسمانش 70,000 فرشته قپیده ایستادیان که پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی که در سنن ابو داود آمده است، برای من اجازت شد که یک فرشته را وصف کنم ما بین نرمی گوشش تا کتفش 700 سالینه راه است. شما تصور کنید جبریل 600 قنات دارند و قناتش مشرق و مغرب را فرا میگیرد. 70,000 در یک نقطه ضرب 70,000 4 میلیارد و 900 میلیون فرشته جهنم کشاله کرده میبیاد. وقتی که این دهشت میبیند مردم قیامت، بنابراین الله تعالی گفت که روز قیامت روزی که چشم ها از کاسه خانه هاش میبراید و تر الناس سکارا، مردم مست میبینی و ما هم بسکارا، حامله دارها همش میپرتاید. زمین جنبی های عادی شده بود در کشور، باور کنید صدها زنها حملش پرتافت. زمین جنبی. حالا که الله تعالی میگه که این زلزله الساعتی، زلزله ساعت این چیزی عظیم است، روزی که حامله دارها حمل خودش میپرتاند و مردم مانند مست میبینی آنها مست نیستند، ولی که عذاب الله تعالی بزرگ است. شما تصور کنید در همین حالت جهنم آورده میشه. الشاهد من الآیات، مقصود از این آیات ها چی است؟ ان افاد اثبات المجیء والاتیان لله یوم القیامه، اثبات صفت آمدن الله تعالی. الله تعالی می آید. چی خیلی می آید نامعلوم است. مثال بعضی شاه ها با اسب می آیند سواره، بعضی ها با ماشین، بعضی ها با هواپیما. این مخلوقات است. الله تعالی آمدن خود را خبر داد، کیفیتش را خبر نداد. آمدن الله تعالی معلوم است، کیفیتش مجهول است. ایمان آوردن به آمدن الله تعالی واجب است. انکار آمدن الله تعالی کفر است، چون که الله تعالی اثبات کرده است و کیفیتش پرسیدن چه خیلی می آمده باشد گفت بدعت است. اثبات صفت آمدن روز قیامت با ذاتش، بذاته، با ذاتش که می بیاد. بنابراین حالگی آیت در ابرها نه به معنای اینکه در زیر ابرها، بلکه همراهی ابرهای هم می آید گفت. اگر ما گوییم که الله تعالی در زیر ابر می بیاید، الله تعالی کبیر است. الله سبحانه و تعالی ذات کبیر است، ذاتاً کلان است. الله تعالی قدرن هم، منزلتن هم، همه جهت الله تعالی کلان است. بنابراین الله تعالی در زیر یگان مخلوقات نمی بیاید. الله تعالی آمدن او به عظمت و جلالت خود مناسب است. برای چی می بیاید الله تعالی؟ فصل القضاء بین عباده، برای کشاکشی ها را بین بنده ها حکمی درست میده. 2 نفر در دنیا چونان خلاف برآمده، حتی قاضی ها آوردن، حتی محکمه ها شد، با گفتن نه این با محکمه راضی نیستیم، به قیامت میمونیم، بگذار الله بین ما حکم کند. الله تعالی میبیاد بین مردم فصل میکند، یعنی حکم حقیقی را جدا کرده میدهد. و آمدن الله تعالی از جهت از جمله صفت های فعلی است. این حالی نشده است، میشود صفت فعلی، صفت ذاتی نیست. یجب اثباتهما على حقیقتهما، صفت مجیء و صفت اتیان، هر دوشم به زبان تاجیکی آمدن میشه. صفت آمدن الله تعالی رو ما اثبات میکنیم. لا يجوز تعبیلها بمجیء اتیان امر، با تعبیلش جایز نیست. الله تعالی نمیبیاد و فرمانش میبیاد. چی جایی الله تعالی میتونید گفت که فرمانی من میبیاد؟ برای چی خودش را گفت؟ یک آیت نه، چندین آیت ها و حدیث ها هم آمده است. خلاصه الله سبحانه و تعالی در این آیت گفت که و جاء ربک، و پروردگارت می آید گفت.
و اینچنین در آیت دیگری و یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکه تنزیلا، روز قیامت روزی است که آسمان شکاف کرده می شود با ابرها. بعضی ها میگن که با سایه های ابرهایی که چشم ها رو به حیرت می آورد، آسمان ها کشاده می شد و فرشته ها می فرایند. سپس الله سبحانه و تعالی آمده حکم مخلوقات را می دهد و این آیات ها اثبات صفت آمدن را شیخ الاسلام رحمت الله علیه در این جا ذکر کردند که الله تعالی صراحتا خود را وصف کرده است و ما الله تعالی را وصف میکنیم چه خیلی که الله تعالی خود را خود وصف کرده است، چون که الله تعالی داناترین ذات به نفس خود هست. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.